سلام بچه‌ها، چطورین؟ من مهتابم، کارشناس ارشد مهندسی صنایع و با 16مین ویدیو از آموزش گام به گام نرم افزار گمز در خدمتتونم. توی این ویدیو قراره با هم در مورد حلقه فور در گمز صحبت کنیم. بچه‌ها، ساختار حلقه فور توی گمز به این صورت هست که میگم فور پرانتز باز، یک متغیر به عنوان نقطه شروع که مثلا باشه اسمش x، حرف اضافه تو، نقطه پایانی بازه یا همون انتها که من اینجا نوشتم end، مثلا x از 5 تا 10، حرف اضافه بای. حالا اینجا باید طول گاممون رو مشخص کنیم، یعنی همون فاصله یا گامی که برای طی کردن بازه مد نظرمون هست که من اینجا نوشتم استپ. حالا میریم خط بعدی و میتونیم دستوراتمون رو هر چند تا که هست بنویسیم و در نهایت حلقه فورمون رو با یک پرانتز و سمیکولون ببندیم. حالا چند تا نکته در مورد فور هست که باید بهتون بگم. نکته اول این هستش که این ایکسی که اینجا نوشتم، بچه ها این ایکس از جنس ست یا مجموعه نیست، بلکه از جنس پارامتر هست. نکته دوم این هستش که لزومی نداره که ابتدا و انتهای بازه‌ای که برای فور تعیین می‌کنیم عدد صحیح مثبت باشه، بلکه میتونیم از اعداد حقیقی که همونطور که میدونید شامل اعداد اعشاری و منفی هم میشه استفاده کنیم. و نکته سوم اینه که گامی که تعیین می‌کنیم برخلاف ابتدا و انتهای بازه نمیتونه مقدار منفی بگیره و حتما باید یک عدد حقیقی مثبت باشه بچه‌ها. نکته چهارم اینه که مثل ساختار لوپ و ایف مجاز نیستیم که داخل حلقه فور یک اکویشن، متغیر، پارامتر، اسکالر یا تیبل جدید برای اولین بار تعریف کنیم و حتما هر چیزی که داخل حلقه فور به کار میبریم باید از قبل تعریف کرده باشیم. به عنوان مثال اگر من یک همچین حلقه ای داشته باشم، فور پرانتز باز، نقطه استارت که اسمش رو گذاشتم اس منفی 5 تا نقطه اند که مثلا 2.5، یعنی این بازه من از منفی 5 تا 2.5. دقت کنید که من این اس رو فرض کنید که مثلا قبلا توی برنامه هم تعریف کردم. خب حالا حرف اضافه بای و طول گاممون که 2 در نظر گرفته شده. خط بعدی هم دستورمون رو می نویسیم. مثلا من اینجا خواستم که داخل این حلقه فور اس دیسپلی بشه هر بار و با یک پرانتز و سمیکولون حلقه رو بستم. بعد از ران گرفتن خروجی که گمز به ما میده به این صورت هست بچه‌ها. اول که نقطه ابتدایی بازمون رو میده، یعنی منفی 5. حالا طول گاممون 2 هست دیگه، پس 2 تا به منفی 5 اضافه میکنه و عدد بعدیمون میشه منفی 3. دوباره 2 تا به منفی 3 اضافه میشه، عدد بعدی میشه منفی 1. و باز هم 2 تا به منفی 1 اضافه میشه و عدد بعدی که برای ما تولید میشه 1 هست. حالا اگر 2 تا به 1 اضافه بشه، عدد بعدی که تولید میشه 3 هست که همونطور که میبینید ما نقطه انتهایی بازمون 2.5 هست. بنابراین دیگه 2 تا به 1 اضافه نمیشه و آخرین عددی که گمز به ما میده همین عدد 1 هست. حالا بچه‌ها پیشنهادی که براتون دارم این هستش که همین مثال ساده رو به عنوان تمرین خودتون داخل گمز بزنید و ببینید که این خروجی ها رو میگیرید یا نه و موقع نوشتن این حلقه فور با چه چالش هایی روبرو میشید. حتما اگر این تمرین رو انجام دادید منو در جریان جوابی که به دست آوردید و اگه مشکلی داشتید در جریان مشکلاتتون قرار بدید تا با هم حلش کنیم. خب اینم از ویدیو امروز بچه‌ها. امیدوارم تونسته باشم ساختار فور رو به خوبی بهتون انتقال بدم. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین. با سابسکرایب بهم انرژی بدین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.